سلام بچه، خوش اومدیم به این ویدیو دیگه. بچه با امروز اومدیم با بازی پابجی موبایل و میخوایم یه مچ بزنیم و این دفعه با کسی مچ نمیزنیم. البته چرا میگم این دفعه؟ چون این دفعه در کار نیست، اولین باره که دارم ویدیوهای پابجی ضبط میکنم و بریم که شروعش کنیم. خب الان منتظر میشیم تا لود کنه. خب بچه ها لود کرد، الان میتونیم بازیمون رو درست کنیم. شاید بپرسین چرا لباس نداری؟ بچه ها من چون اولشه که دارم بازی میکنم، اولش که نه خیلی بازی کردم ولی بازم وقتی بخوام لباس بپوشم لباس دانلوده برام ولی نمیتونم، برای خودم دیده نمیشه ولی برای دوستام که باشون بازی میکنم دیده میشه. حالا دیگه این شلوار اولی که باز نمیده همو پوشیدم و اینکه بریم تو مچ دیگه. خب من میخوام برم اینجا خوبه، هم جای کمپریش خوبه هم انمیاش خوبه. ای وای چرا پریدی؟ بچه همیشه اگه میخوایم جاهای دوری رو برین همیشه دوربین رو بدین اینجا و بخواین نگاه کنین اینجوری بزنین، اینجوری بالاتر میره ولی وقتی رسیدین سری بدین پایین. من همیشه جای کمپریم اینجاست، همیشه میام تو این خونه، همیشه هم از پشت وارد میشه چون که از پشت وارد بشم همیشه بهتره برام. و امیدوارم کسی جای کمپریمو فهمیدن. خب یه انمی هم هنوز هیچی نشده زدیم و خوشحالم چون اولین کیلمو گرفتم. باورم نمیشه اینقدر سریع همچین کیلی گرفتم. یارو قشنگ اومده بود تو شورتم. خب این هم کمی تیر دیگه، این جبه هم باز کنیم و دیگه باشه. من همیشه کمپری میام اینجا برای کمپ، هر کی از اینجا رد میشه من میزنم پشتگیشو برجم میکنم. خب واسه فعلا گشتی بزنیم ببینیم انیمیا کجا بیاند. اسکوپ هم خیلی بده، چقدر پول دارم 5 تا و فعلا نمیتونم چیزی بخرم. اسکوپ 6 میخواستم بخرم که نمیتونم. الان بچه ها من اینجا میشینم و چرا صدا تیمی هستم دارم حرف میزنم. خب من اینجا میشینم، هر وقت انمی اومد دیگه بازی رو درست میکنم و فعلا میبندم. نه نمیبندم چون که انمی ها در هشتگ ما هستند همیشه. واسه از این پنجره ببینم
یارو کجا کمپ کرده؟ اوه اصلا شانس. هاش به نظرم نیدم که ندارم. یکی دیگه هم انگار ریکال شد. کجاست؟ یارو قشنگ دیدمش، دمیجش هم دادم، سگی دمیج خورده رو. و خب الان دیگه وقتشه من برم جای کم بریم، چون وقتی صدا پا میاد یعنی اوضاع خیته. یا خدا صدا پا یکم زیاد شد. حاجی شاتگان لیوی کی داره؟ ای وای حاجی شاتگان لیوی کی داشت؟ نتونستم بزنمش. حاجی شاتگان لیوی کی داشت؟ وای حاجی شاتگان لیوی کی داشت؟ بریم ببینیم این موچلا بازشون چطوره. خب اما خود جلوته دیگه، این جلوت که نه. برو من ریکال بده. Number 1 please recall me. Number 1 please recall. Number 1 please recall. please اما موچله. اوه شماره 4. thank you. حاجی من میرم جای قبلی. شرط بکنین چرا انقدر خریت میکنم، چون خیلی دوره. گاوم مگه برم اونجا؟ البته هستم ولی بازم امیدوارم یک گان داشته باشه اینجا. داشت تو خدا یه دونه فقط گان میخوام ازت تو دنیا. آها خوبه حاجی. بعد آمادشم که برم جای قبلی. خب اینو برمیداریم، تیرای اینم میندازیم. اوه پول یو هستم حاجی تو خشتکم. وای حاجی باید بزن. حاجی یارو همینجاست. کی مرده؟ ها شماره 2 مرده. بچه شما هم همینجوری هستی یا خدا؟ پشت دارم میزنه. داشت پشت خنجر میزنی؟ آخه من ریدم تو پشت خنجر زدنت. حاجی این کیلمه ندوزدن. اونجاست. خب اینم مرد. یا خدا یا حضرت عباس. حاجی سری کیت بزن. حاجی کجا بود یارو؟ من ندیدمش. حاجی یارو کجاست؟ کار اشتباهی کردی. صدا پا داد. آخه
انمی دارم شماره 2 انمی آجیارو ایرانیه. من نمیدونم شما که ایرانی هستین یا خدا زونم اومد داریم. فقط به خاطر زون دارم میرم نه برای ریکالم دارم میرم. شماره 3 دارم میرم ریکالت میدم. نه یعنی شماره 2 دارم ریکالت میدم. دارم میرم ریکالت دارم میرم. حاجی اوضاع کلیدم خیلی بده. وای حاجی شماره 1 عجب گاویه. حاجی 2 نفر باید ریکال بدم. نگاه کن عجب فداکاری هستم. تو زونم دارم ریکال میدم. درو یعنی کیت بزن. یعنی کیت که نه بانداج بزن. حاجی خوش به حالتون. شما ها داریم میرین از اون بالا داریم میرین بیرون زون. من باید پیاده برم. جوجی وای پرکو جون پرکو وای شماره 2 چرا اومد تو خشتک من؟ شماره 2 مگه من کیم که میای تو خشتک من؟ به خاطر همین به خدا میمیرم. یه نوشابه هم بزنیم مجموعه کامل شه. خب ما در میریم. اونجا هنه تو زون نیست دیگه. ولش اونجا دیگه نمیرم. ولی خدایش اون شاتگان لیمیکی داشت مگه نه میزدمش. آخه منم مثلا تو شاتگان زدن هیچ تخصصی ندارم. یعنی زیاد اصلا تخصص ندارم. منظورم خیلی بد شاتگانم. بعضی ها رو مثلا میتونم بزنم با شاتگان ولی اینکه مثلا بخوام همه رو با شاتگان بزنم یا گنده گوزی کنم دیگه نه. خب انفور که نه البته ولی گانمونم اکستی کنیم. نه چی؟ وی آی کنیم. نه وی تی. او حاجی یکی پروازی زد. اگه شما هم دیده باشین البته اصلا جلو چیشام پروازی زد. من اول برم تو زون. اگه من تو زون نبودم بچه حاجی ماشین سوار شدن جلو چیشمه. کجا بود؟ ای کمپره سک پدر. داداش یکی بهت امید دارم و تو تنها امید منی. ریدم کلتون که. Number 4 come Number 4 come please help. Come please come. Number 4 please help. Number 4 please God please come please come please خدا ریدم توی زندگی. الان من امیدی به منم نیست برم بیرون و 12 تا مثبت. خوب است. خوبه خوشمان آمد. خب بچه نگاه کنین. الان من هیچ لباسی تنم نیست ولی مثلا اینو بزنم هیچی نمیاد. ولی اینو بزنم میاد. واقعا برام عجیبه که چرا اینجوریه بازی من. حتما راهنمایی کنید و اگر دوست داشته باشید و لایک های این ویدیو به بالای 10 تا برسه
دیگه نمیخوام زیادش کنم، ولی 5 تا حالا بالای 5 تا برسه میریم با دوستم که اسمش آریانه و یک ویدیو باش گرفتیم. اگه دیده باشین ویدیوی لیوانی بود، با لیوان بود، باید با تفنگ میزدیم، اونم حتما ببینید. و آیدیشم اینه. اون 3 ساله داره بازی میکنه ولی من اولین سالمه و 1 ماه شاید بازی دارم میکنم و به این لول رسیدم و اون این لوله و من دارم تلاش میکنم به این لول رسیدم، ولی اینه لولم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیوی دیگه گود بای.